السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. امروز ویدیو ما سر میشد پختن همین فطیری با مزه. حتما کانال ما رو پادپیسات کنید. لایک های خود دریا دارید. در اینجا دخترام با فطیرمان 300 میلی لیتر شیر گرمکک، 100 میلی لیتر رستیتینی масла، سلیوچینی масла، رستیتینی масла فرق ندارد دخترها. در اینجا 1.5 قاشقچه نمک، 1 قاشقچه شکر دخترها همراه کردم. 20 گرم درشت، آرد تخمینا 700-800 گرم آرد همراه کردم. آرد همراه میکنیم دخترها. من نغز کک خمیر میکنیم. در اینجا من خمیر را نغز تخمین 15-20 منوت من این خمیر همینطور سخت کک میشورم. من همینطور میشورم. وقتی که خمیر شما نغز میشد نانتان خوشرون بیاد، حرکت کنید. خمیر نغز کک دم تید. در جای گرم کک من 45 دقیقه این خمیرم دم دادم. در اینجا دختران من 2 تا فطیر و 1 دانه پیتزا تیار کردم. همین خمیرامو دانه فطیری ملایمی با مازن بیاد. اینه من به 2 تقسیم کرده. من همینطور زوالو گرفتم آنده. اکنون بالایش من همینطور پشت میمانیم. دم میتیم 10-15 دقیقه دم میتیم. آرایشی نان دخترها شما وابسته. من به این کارت زده آرایش دادم. شما میتوانید خیلی دیگر نمود آرایش دیده میشه. من همینطور من کارت نغز کک سخت زده آرایش دادم. دخترم من برای آرایشش 1 دانه زردی تخمت، فقط زردی تخم خودشه به بالایش ماندم برای باز سرخ شده زیبا شدنش.
من همین طرف میمالم. من همین طرف باز کنجید میپاشم. من همین طرف نقص که تخم زردیش مالیدم. شما میتوانید شیر همراه کنید، نباشد کفیر باشد همیشه. با زردی تخم باز هم زیباتر میکند. حتما تیار کنید. فطیر خیلی به مزه بیاد. من از هفته ویدش معلوم که خیلی به مزه بیاد. حتما تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. ویدیوهای جالبتر در پیش است. من همین طرف سوپ سرخ تیار شد. من پیشتی نانامایم چه خیلی سوپ سرخ آمد. من همین طرف حتما فطیر زیبای خوش روی با مزه تیار میشد. حتما تیار کنید، پشیمان نمیشید. من در اینجا دخترام همه خمیری ناناما کمتر جدا کرده. من پیتزا آماده کردم. من پیتزا خیلی به مزه بیاد. حتما به فرزندای خودتان تیار کنید. در اینجا دخترها من به تگش مایونز مالدم. کمتر گوشت مرغ جوشانده شده، پمیدار، بادرینگ، گریبی، سلیان گریبی همراه کردم. من حتما تیار کنید. خیلی به مزه بیاد دخترها. من همچنین هر وقت برایش کمتر سیر همراه کردم. من همین طور از همین خمیری نانتا هم حتما کنید. خیلی به مزه بیاد. کانال ما دخترها دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما دخترها است. من دخترها پیتزی مایم تیار شد. پیتزا خیلی به مزه آمد. من حتما تیار کنید تا ریسیپت های نوتر و جالبتر در پیش است. کسانی میخواهند ریسیپت های آسان و کم خرج به تکی کامنتری ها نویسیدن حتما تیار میکنیم. یکان سوال درخواستاتان باشد به تکی کامنتری ها حتما نویسید. حتما من جواب خودم میگردانم. خیر دخترات در پناه خداوند باشید. خیر تا ولاگ های آینده.